جناب موجود بشیدی السلام علیکم محترم آقای شهری خوجان برداری دستور پایش‌های اساتذه‌های صلح و وحدت کشور ملت جناب عالی محترم محمد رحمان و کمیته دعوت امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان امروز از جمهوری تاجیکستان دکتر عبدالله محمودشاه غیرتویچ و از کمیته دعوت امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در رئیس معاونی سردار ریاست جورای عبدالعلی باقیرویچ در موضوع انکشاف تفکر ملی در شرایط حاضره در شهر خوجند گفتگوزار با خادمان دین، جوانان، کارمندان ساحه ورزش، رئیسان کمیته محله‌ها، راهبران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و فعالان شهر برگزار می‌گردد. من مهمانان عزیز را به شهر خوجند خیر آمدم و با کمال احترام سخن را به دکتر عبدالله محمودشاه غیرتویچ می‌سپارم.
بیهودا در حدیث این باره که پیغمبر ایرانی بودن شدن خداوند اگر تو را دوست دارد رفیق خود می‌گیرد. به هر زمانی رفیق رو به یاد خدا می‌برد و از اون جمله به یاد اون نعمت‌های خداوند. یکی از نعمت‌های نهایت عزیز خداوند مرتب است وطن ما شد، وطنی که ما آزادانه در آن تصور کنیم و از دوشنبه تا روز آمدیم و در زیر نگذیم که ما رو پیغام پرورش گذارانندگی نواحتی عبدالرحمانی ما شود و هر جای فرشتان خود می‌بینیم هر طوری می‌کنیم که در دوره قانون از تطبیق کنیم آزادان فرزندان ما مطلب بینیم آزادی می‌کنم آیده‌های کسانی که به این مسئول هستند مردم کار می‌کنند. ما باید زیرکی مطلب کنیم این البته سخن پیشرو ملت محترم امام علی رحمه زیرکی رو مطلب کنیم. ما برای همین معامله حالا این آمدیم که فریاد بیاریم فقط و شاید این ارباط ما و شما تبدیل نمی‌شود که ما باید یک باری چی کار باید کرد چی کار باید کرد و روند انکشافی دولت ملت ما زینه در نه و در این معلوم است که زینه دیگر و زینه انکشاف ملت ما و شما زینه معانی معنی و دو باری که دولت‌جویی کرد خلق ما و شما در این زینه هست و چرا ملت ما در این زینه باید باشد دوستان هر خلق برای چیز آفریده شد و ملت ما و شما برای معنویات آفریده شد و حالی که افراد نباشیم یک نقشه های ما این است که دولت ما و شما زیاده از 1000 سال مصرف و این در آن وقت می‌شود که اگر ما از این رابطه خودی روند انکشاف دولت خود را نمی‌کنیم و این وضعیت آن زینه‌هایی که آموخته شده‌اند و زینه روحیدانی که این زینه معنویات هست باید بیاریم که 4 مدرسه دولتی بزرگ شعار جوانمردی شعار فتوحات مصنوی معنوی از قرآن و روان تصور کنید که این شخصانی که از ملت ما و شما پیدا شدند اینا کسانی هستند که نه تنها برای ملت ما و شما بلکه جهانی را از معنویات تامین می‌کنند معنویات غذا و طلبات دارند و این خلق برای معنویات و ما اگر بدینه معنویات نداریم دور و بیاید برای که آن زینه برسیم و حال را شکرانه در زینه رسیده مسیح زینه عقل و این زینه را پشت‌سر کنیم این زینه اول ساختار دعوتی بود این زینه صنعت و سوم زینه علم و چهارم زینه فرهنگ و پنجم زینه اجتماعیت است و ششم زینه طبیعت است و هفتم زینه معنویات است. این همان واژه‌هایی هستند که دوستان خدا می‌گویند و دوستان خدا از ملک شما تامین می‌کنند. پس باز همین‌طور بعد باشگویی حکومت شما خلق‌های گوناگونی جدا شدند در وضعی خود را ساختند و یکونین شدند خلقی که صاحب شعور شد این خلق ما و شما و شعور ملت این پیشوای ملت ما اصلا پیشوای ملت نه همه خلق و این ملت هست از ساختار دولت از پوش دولت قانون دولت و از شعور دولت ما امروز صاحب شعور هست و هر قدم ما با شعورانه است هر قدم ما سازنده است یعنی با شعورانه است ما باید دیدنیم که
و در این حالت یگانه چیزی که ما را کمک میکند این از روی نقطه نظر دیگر و روندهایی که در جهان هستند ما باید عمل کنیم و کارکردهای خود را داشته تصور کنید روندی که جهانشینی هست در روی زمان و در این حالت بی‌نهایت شدتناک گذشتن رقابت‌های بین دولت‌های عوض‌شده ایستادن نگه داشتن ساختار خود فرهنگ خود دولت خود این نهایت مشکل است و آدمی با عقل همه وقت می‌داند اصلا در جهان روایی که در چنین حالت نواقصی جمهوری ما را اجرا می‌کند اصل این آن مسئله بود ما می‌خواهیم آن را انتشار کنیم آن را به هر یک برساند و هر یک شهروند جمهوری باید برساند این یک تفکر ملی ما که دیدیم معلوم است که انسان‌ها در جایگاه محدودیت فکر می‌کنند و آدمی است که برای خودش فکر می‌کند آن را خودپرست می‌بیند اگوئیست می‌بیند آدمی است برای عائله خود فکر می‌کند آدمی است برای اولاد خود برای خود فکر می‌کند آدمی است که برای محله خود فکر می‌کند آدمی است برای ناحیه خود فکر می‌کند آدمی است بسیار برای ولایت خود فکر می‌کند آدمی است که برای ملت این مسئله فضاحتی تفکر انسانی شکر خدا ما چنین شخصیتی داریم در مورد ملت فکر می‌کنیم در این جناب وزیر محترم آمده و در همراه او نشستن و صحبت کردن در فضاحت تفکر او انسان خودش را می‌کند و دوشهای ملت ما قطعا خواهد تمام بشد برای ملت بخشیده این آن جوانمردی و فتوحاتی است که ما و شما داشتیم برای آن که ما خبرداری کنیم از پیشوای ملت خود ما باید اول تفکر کنیم و از ما و شما وابسته که ما می‌اندیشیم می‌توانیم با آن آدم عادی که هنوز تفکر خاندان می‌کند و این خوب است و به این تفکر نمی‌شود نه همه آدم می‌تواند فضاحت تفکر داشته باشد لیکن چیزی هست که ما باید تعهد بکنیم و این فعالان است کسانی که در جمعیت فعال هستند تفکر ملی این آن تفکری هست همه دستاوردهای ملی ما را به نظر می‌گیرد رشد می‌کند و انکشاف دارد نگه می‌دارد آن چیزهایی که هنوز از دوره آن که ما و شما می‌دانیم این تاریخ خبر می‌دهد که کدام مشکلات‌ها را دارد و در دست آن شمعی بود آن روشنی بود آن مشعلی بود که آورد او را و این روز مشعلی ملت ما در دست این که ما مشخصی آن را نگه می‌دارد و قوت می‌کند روشنی زیادش می‌دهد و هر سال‌ها این سبب می‌شود که ما و شما و نسل‌های آینده ما و شما در چنین دوره بتوانیم که هم زندگی کنیم این برمی‌آید که تفکر ملی نه تنها از آن عبارت است که چیز باز تفکر ملی می‌تواند متأسفانه بیمار شود و سببات تفکر ملی این واقعی‌ها صحبت‌ها دلیل‌ها اطلاعات‌هایی است که مستحکم کننده و رشددهنده این فکر هستند و این کار را فقط فعالان جمعیت می‌تواند بکنند که شما در واقعی آدمان را بگویید که آینه تو آن وقت دین و امن است که اگر وطن آمد آن وقت تو آزاد فرزند تو مقصد رفتن می‌تواند که وطن آباد باشد آن وقت دختری تو می‌تواند آزاد در کوچه گردد و رفتن کارهای خود کند که اگر امنیت باشد آن وقت پسری که
جوانمردی خود را نگه بدارد و میرسد با کمال فکر خدا دارد اگر رفتن از این باشد همین دیگر تا مردم نکنید که مردم دست کنند مردم دست کنند که جمع بدبختی ها و مشکلات زیاد و ماندن جوانها و بیرا ماندن زنها و یقین ماندن کودکان است و آب چشم شیطان است و هر مجدهی که دنیا ده می‌دهد یه وسیطه احساسم بیدار می‌شود و در چشمم آب خواهد و درک می‌کنم که یکی از چی ما گذاشتم به این جاده اگر باید ما باید شما قربان می‌کنم این ضربه نهایت سخت می‌شود و هوشیار بودن مطابق ما اکنون ایمونیته داریم بر زندگی‌ام ما مسئولیت داریم بر زندگی‌ام ما ارزش صلح و وحدت خودم می‌دانم این برنامه‌ریزی این روزگار یک مدیریت تفکری زندگی خود را بیدار کند که ما چی کرده‌ایم برای زندگی کنیم ما نبینیم دولت را بازی کنیم ما می‌بینیم چی دولت نخواهد و ما در برابر آن چی باید این کتاب ما یک قلم یک شهروان مثلی در شهر می‌زند دولت برای یک قلم شهروان از سامان صبر می‌کند اما وقتی از این نمی‌دانم و وقتی که ما گفتیم شهر سامان صبر می‌کند و یکی از آدمان که گفت من 7 قلم می‌زنم این بزرگ دولت من قلم نمیزنم این پول را من کرد و من قلم نزنم این شکل کنم به هر حال یک کوچه جایی من دیدم که شهر آزاده احساس شهری میشم احساس فرهنگی بالا میشم جایی به من روحی روحانی کرد جایی آن باد سهام کمال کجنگی فاصله ندارد و آن ساعت که کسی 16 شد من روی شد شهر شما روح دارد برای قدم میزند یک شهروند اون کوچه را تازه میکنند آباد میکنند ریز میگیرد روشنایی من بودم میگو خوبینش میکنم چند از باید میگوید آن نمیکنم فقط بی‌نهایی شکل آنجایی برای میشود ما باز نمونه دولت جهانی رو دارد میدونید یکی گفته بود که دموکراسی است هرچند که ساختاری خوب نباشد ولی آدم از این بالاتر تشکیل کنند ما از این بالاتر تشکیل کنیم و دولت یا شما باید و ساختار سیویس مانند باشد و سیویس وطن مانند باشد بهترین دولت همون سیویس انسان است که در میان یک سیویس انسان مسئولیت خاطر باشد میداند برای همین میگه دخترها هستند باشد طبیبان نمایتها باشد هستند شاید در یعنیمت باشد ولی یک چیز است برای همین میگه این بیسیار خیلی حکمان نشدنی اقتصادی ما رو شما که مقصد پر از ایمان من ایمان هستم و ساختار سیویس و دیگر رو شما احساسه و چیز دیگری که در آینده هست این امروز تفکر ملی است و بهترین و عدالت‌ترین قرارات ساختمان کردن است و فکر نکنم که من شخصا میدونم که درست است از این آینده
این که ما بسیار رو کلام داریم و یکی از کلام‌ها مخصوصهای اینه که تصویری تصویر کنیم مطابق مانند که روزها دیر را تصویر کنیم آن را نباید در این حال کنیم و شهرهای بهترین از قبول مسلمان من بسیار خوشحالم که با شما
این رو من روی خامی دارم که ما یک جهان معنویات در موضوع انکشاف تفکر ملی در شرایط امروزه نیست. در این حالات اون شخصان جمع آمده‌اند که بسیار تجربه کلان دارند. این روز میتوان هزارها آدمان را از کفای خود برند و همه در این را نشستگان خادمان دین، راهبران محله‌ها، کمیته زنها، دیرکتوران مکتب‌های بیرون‌ها و تمام راهبران ورزشگاه‌ها، ورزشکاران در اینجا حضور دارند، جوانان حضور دارند. اونها همه سیاست کشور می‌دهند. کنار آقای محترم محمد رحمان‌ها همه روزه در سطح برنده دستگیری می‌کنند و برنده سیاستی راهبری دولت هستند. و آن معماهایی که بین بعضی جوانان شاوری شدید و حزب و حرکت‌های غیر رسمی این روز در پاکستان منع کرده بود. این مسئله هم فعالان خادمان این جوانان هم اهل شرک‌ها تحقیق شده و ما پیش چنین اشخاص را گرفته شدیم و کار هم همراهی من مقامات می‌کنیم. خب امنیتی دولتی می‌گیم من تحلیل در شهر کجا شروعی کارهای داخله این از نتیجه خوب داره شده و آینده با من هر یک شهروند هر یک فعال فقر مرسی ساکنین شهر کجا و دستور سپارش‌های کشور می‌دن جناب رئیس جمهور محمد رحمان که این روز شهر تاریخی نظام محله تاریخی نظام خودی مؤسسه تاریخی نظام اون معنای دولتی پیش از همه این ملی باشد، امنیت باشد، یک تفکر، مدنیت، فرهنگی ملی پالیسی ما امروز بران کرده شدیم که من شما باز بسیار و آقام به ما فهمانید و اصلا محترم ما را وقتی که ما فرماندهان و همشهری‌های و آن کسانی که ما با آنها همکار می‌کنیم تفکر ملی را که یکی از جزء تفکر ملی این تفکر فرهنگی و یکی از جزء تفکر فرهنگی این تفکر دینی اگر نفهمانیم آن وقت دیگران می‌فهمند. اگر شکمی آدم را ما با غذا پر نکنیم ولی غذایی می‌خورد که اثر غذای زیاد است. معنی سر انسان هم یک طلبات دارد و اطلاعات از آن جمله و اطلاعات دینی و خوب میشه که دین را سوخته کرده آن را در تفکر دینی ملی راست کرده و آن را به مردم انسان طلباتی غذای معنوی دینی دارد. از این باید نگرفتی بسیار در اینجا میخواهم که اگر این مسئله متهم کنم ولی نادرست است. چون اگر ما تفکری خودمان شخصی خودشناسی خودمان نداشته باشیم ما خدا را شناخته نمی‌توانیم. برای همین میگن اول خویشتن شناسی خودشناسی هر کی خود را شناخت خدا را می‌شناسد. از این باید میگن که اول انسان باید خودش شناخته افراد خود وطن خود ملت خود بعد بر آن تفکر دینی داخل می‌شود. ما هیچ وقت نمی‌توانیم برنامه‌های سنف دهی را و سنف 5 و 6 چون معنی او اینها را حل کرده نمی‌تواند و یکی از سبب‌های آن که بعضی اشخاص و تفکر اکستریمیستی استفراط‌گرایی داده می‌شود که آن اطلاعاتی که با او داده می‌شود معنی او برداشت کرده نمی‌تواند و این سبب می‌شود که انگیزه‌های خیلی عادی در معنی پیدا می‌شود و آن سبب می‌شود که
رفتار او رو، رفتار او رو و عملهای او رو نابود می‌دانستید که یاد هم دانش هم چه جوری باشد، چه جوری باشد، چه تصویر باشد، باید موافقی برداشت معنی تن و موافقی جهانگیری انسان باشد. ولی به سزام که فرزندها آموزش کنند، به سزام که اطلاعات بگیرن از آن رو و اطلاعات بگیرن، اول آن را با طبیعت آشنا کنید که طبیعت دست کمک اول رو با جنگل آشنا کنید، اول رو بیالوگ را بیداند، وطنی را بیداند، دعالوگ را بیداند، کتاب را بیداند، خواندن که باید عبدیشی باشد بزرگان خود را. آن وقت باید آسان بشود از خود کردن به مشکلی، از خود کردن اطلاعات‌هایی که برای معنویت او هستند برای روحانی. در همین اطلاعات را به نظر بگیرید. یکی از مشکلات‌های هست این برخورد تفکر دینی را می‌خواهد و تفکر دینی را. تفکر دینی جزئی از تفکر دینی ما. اگر تفکر دینی نباشد، ما را امام خلق جهان که اگر مسلمان هم باشد قبول نمی‌کنند. ما را پرسید زیبایی مثلا ما می‌گوییم پرسید زیبایی جهانی ما می‌دونیم هست البته هست راهی رو هست پرسید هست در جزئی از قرآن گفته می‌شود که خداوند خلق شما را امتحان می‌کند، خلق ذهن اندیشه‌های انسان را امتحان می‌کند. خداوند بر گفتار و نمود ظاهری شما نگاه نمی‌کنه تا پاره گوش که نگاه می‌کنه. این باید طبیعی است. پس از این بر می‌آید خلق دیدن و در خلق در روان انسان باید تفکری دینی پایداری خدمت خلق خداوند برخورد می‌کند. اینها یکدیگر را پرکننده است. و این سیاست درست درستی در ما می‌کنیم خوانداری ها هم و آن کسی از دین گفتن می‌تواند که اگر دانشگاه ما را خوانده باشد و می‌تواند باشد کسی دکتری کردن می‌تواند که ایمان باشد کسی رانندگی کردن می‌تواند که اگر باشد باشد چون این هم در این نه هر کسی باید قصد این مثلا در قابل باشد مطلب‌های دیوانه عرضی باقی خرساده تا این مطلب آغاز می‌یابد این تفکر دینی چهری در اینجا ایستا بستن باید خود رفت و باید گفت کنه این مسئله را بزرگ کرد مانند معلوم است